امروز قرار آشپزی بکنم، ولی نه با آشپزی ساده، آشپزی معمولی، آشپزی متفاوت. قراره با قانون خودم آشپزی درست بکنم. آشپزی درست بکنم نمیگن، یه آشپزی بکنم. حالا ولش کن. 5 تا غذامو نوشتیم داخل ظرف. خب واسه رندوم انتخابش می‌کنیم. کباب تابعی میخوام براتون درست بکنم، ولی نه کباب تابعی معمولی ها. یه چیزی میخوام درست بکنم که لم نرد و لم میلد. بریم واسه ویدیو. 1 2 3. بریم ما مسئله آماده کردیم، همه چی هست. پیاز داریم، گوشت داریم، رب داریم، قارچ داریم از اونم داریم. ما قراره همه اینا رو بپیچونیم توی هم، بریزیم و بپاچیم و آره. در مرحله اول خب ما باید بیفتیم به جون این. باید اینو پارش کنیم یه جوری که بگه ببخشید. What؟ یه همچین چیزایی. رنده چاقو، بچه چاقو خیلی مهمه. چاقو نباشه نمیشه کاری کرد. دروغ میگی به خدا دروغ میگی. به صورت رنده‌ای رنگش میکنیم. این همه زنم اینقدر فاهم چرا اینقدر راست میشه یکی باشم رو که عالم میشه داشتم. سری کسیف کاری به هر حال توی آشپزی هست دیگه، نه دیگه فلان بیسار تو چقدر کسیف کاری کرده. قانون خدا اینجا قانون جنگله. یه کاری میخوام بکنم سلولای بدنتون بگه وای من خودم وایم تو وای ترین حالت ممکنم عملا. حالا میخوام یه چالش برای خودم بذارم، میخوام 24 ساعت دختر باشم، زن باشم، کار خونه بکنم، آشپزی بکنم، بشورم، بسابم. وای چقدر قراره من کیف کنم بکنم. تو خیلی سخته واقعا. ببین اینجوری باشه بابا من این همه دارم میزنم، این چقدر وای یه جا خونده بودم میخواد مثلا پیاز چشو اذیت نکنه یه دستمال کاغذی خیس کنید بذارید برای درست میشه دیگه تو خیس نمیشه. بعد میتونستم اینم تست بکنم، اشکم داره در میاد. این چه چیز مسخره ایه. گیریم گرفت، خسته شدم، چقدر اذیتم تو بدترین شرایط ممکنم. چشم اجزای صورتم تولید مثل میکنه. یعنی این پیاز تولید مثل میکنه زمانی که داره رنده میشه. 2000 years later. دستم درد گرفت، اذیتم. من تو هرچی پیازه پیاز زده نه به پیاز. میخوام یه هشتگ بذارم جهانیش کنم، نه به پیاز، نه به رنده. اون زمان جارو یه جوری رنده میکرد 5 ساعت همینجوری بود. بعد واسه 1-2 نفرم نه، واسه یه ملت همینجور اینجوری میکرد، میرفت جلو میزد. این وای میدونم دارم الان زر زیاد دارم میزنم، ولی به اشکای چشمام رو همینجور داره میریزه. به خدا نامت درده، نامت اذیت کننده است. میدونم دارم الان زر زیاد دارم میزنم، ولی توی آشپزی میگن 2 تا چیز خیلی مهمه. آشپزی کردن توی فضای باز و نمیدونم میرن تو جنگل و منگل و اینا.
اونا قلقای خودشونو دارن، اون امکاناتشون خیلی خوبه. بعد یه کاری میکنن اینم پشماشون میزن یه خدایا یه پیاز نمیتونم بچه به خورا سخته ها، به خورا تو اذیتم. شما نمیدونید من الان چه دردی ها دارم تحمل میکنم. جنگ بزنه، کثافت بزنه به این زندگی، جنگ زدم تو این زندگی دیگه. این بزرگاشو دیگه درد نمیخوره، بخوره این بزرگاشو اون بره اینا رو بره. آره بلش سلام میگه بیا آشپزی کردی، دمت گرم، یه چیزی یاد دادی به ما. بعد اونجا پویا میگه زر زدم، من هیچی به شما یاد ندادم. خب آقا ما اینو رنده کردیم، اینقدرم رنده کردم رنده هم درد میکنه، جا رنده این مزیته. خب خب ما این بزرگاشو برمیداریم، این باید کاملا رنده باشه، یعنی حالت پودر مانند، مثل آبکی طوری مالشی. خب مثل ماله کشی بود توی چیز گلیا پوش، مثل همون. آره خب ببین ما این پیاز آماده کردیم. خب این پیاز اوکی کردیم. حالا این پیاز یه ذره آب داره، آب بهش میگن آب پیاز. خب ما این آب پیاز رو باید بریزیم بره، چون واقعا علنا به هیچ دردی نمیخوره. چون دستامو شستم نهید بگیم چقدر کسی که صافت رو شو بکشید داره نمیگه دیگه حرف بزنید بعدم بعدتون میرسیم مرحله تک هم زدن. باید هم بزنیم. حالا چی رو؟ گوشت ما داریم بابانی ما اینو میریزیم داخل گوشت. گوشت هم نه، گوشت. همه رو میریزیم داخل گوشت. ظرف رو میزنیم اینجا، شروع میکنیم مرحله ریز رو به پا شایش میکنیم به یه صورتی که پوست بیاد نباید. حالا نگاه کن توی به پوست داره میکنه یه جوری هم میزنی خب اینا برن در هم، همه برن تو هم، مثلا سلولای وجودی انحصاری داخل بشن. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرف. خب آقا ما اینو انقدر هم زدیم. خب الان در واقع گوشت پیاز گوشته. خب آب کنار دستت. ببین من یه وسواسی دارم. خب ببین چقدر دستم بد شده، نمیتونم. دستم اذیته. بابا ببین اینو نمیدونم این چیه اسمش. خب ولی میریزیم، ما همه چی باید بریزیم. اندازه 2 قاشق نمیتونم اینو بردارم، دستم چربه لوچه چیه نمیتونم. یه قاشق رو میریزیم داخلش به سوره این سوره حالت نمیدونم این چیه ولی میگن خوبه. کنجد یه همچین چیزایی. دوباره شروع میکنیم. دو کنجد چیه؟ هم میزنیم دوباره هم میزنیم میره تو خوردش. وجود چه کثافتی زدم، کثافت زدم، چه خراب کردم. تو خراب کردی همه چی میده. رضا گلزا یه آهنگ کن مارش رو بس ما داریم پاره میشیم خودمون رو کثافت پاره میکنیم گرم میزنیم به همین چیزه. این نخیارشون هم نیست. یه نفر نمیکنید دیگه تو حمایتت کنیم یه ذره بالاتر. تو خیلی داری تلاش میکنی، از اشک داره چشات میریزه، میپاچه، میکرکونه، میزنیم، میکشیم و یه چیز صفر داره میخوره به این پوسته. ببین گریه ها تاوان داره. تموم تاوان این اشکا رو باید بدید یه روز. خیلی سخته ها. این نفر این همه تلاش میکنه وضعیت. میدونم دارم الان زر زیاد دارم میزنم ولی الان اون قشنگ تو خوردش اون کنجد و چی بود اون ریختم حل شد. خب پیازم که رنده کردیم، عشق کردیم. الان میرسیم سراغ ادویه‌جات ها.
یه سری نمک میریزیم، یه سری چرت و پرت میریزیم داخلش. خب به این میگن سیر خشک. 3 بچه‌ها، 3 دندونه. صابون نه، اونم نه. به این حالت از هر 3-4 تا پودر سیر خشک رو میریزیم کف دست. چه کاری میکنه؟ زیاد نیست، حس میکنم خیلی زیاده. ما رو کم میریزیم به این شکل. حالت استاد جوان خیابانی میریزیم داخل اینجا. یه ذره دیگه یک بسه میریزیم. سکنم بسته دیگه. نه این چیز نمید بقیه‌اش هم چون اصراف نشه همش رو میریزیم توی سینک. یه دونش هم نمیتونم. نمیدونم آشپزی چیه. بعد یه بعضی هم میان با عشق آشپزی میکنن. با این چیه؟ فلفل قرمز. در فلفل قرمز رو تا یه جوری باز میکنیم که بعدش پشیمون نشیم. وای پشیمونی بعد فلفل قرمز خب مثل جدایی نادر از سیبیله. اینو اگر از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی بریزی پشیمون بشی این کافیه. اسم میکنم خیلی ولی باز میریزم. حالت فلفلی میریزیم. فلفلی اول میریزیم میتکنیمش به این شکل. فلفل رو میریزیم. دستمون هم نمیزنیم به چشمون چون اون موقع اصالتت به چشم میاد. اصالت توانایی زجری که کشیدی تلاشی که دستی این دستا بیاد بیرون بزرگ بشی بریز بخوره به چشت بزرگی تو هست. آره این هم ما ریختیم. خب یه سراغ نمک. یه چیزارم نمک میریزیم. اینقدر نمک میریزیم به این شکل. اوی پویا تو خیلی خلاقی حاجی. پشیمون ریخته از خودم. این خلاقیت تو اون پسره کی بود اینجوری میکرد؟ اون میریخ میزد میکشت. تو برای اینه اومد دست بزنم به گوش میشه دست بزنم با قاشق هم بزنم. مثل کنم خیلی بد میشه. بعدم اومد دست رو بشونم با قاشق تاثیر نداره. میرم سراغ همون دست. اول کاری که میکنیم یه ذره شورش کدومه این؟ 2,000 years later. 2,000 years later. خب این الان من هر چقدر کم میکنم کم نمیشه. همون نگاه همونه همه. ما قراره تزیین میکنیم. کباب تابی تزیینی میخوام براتون درست کنم. ببین دست رو به حالت قنچه میکنی به این شکل. اینو میکشی مثل اینجوری یه تیکه از انقدی ازش برمی‌داری. میذاری تو این کف. حالت دایره‌ای درستش میکنیم. وای حتی پهلو میدونی تنها استرسی که دارم چیه که این وا بره. این وا بره تمام واها رو میبرم. خراب میکنم. داغون میکنم. ببین اول دایره‌ای درست میکنیم. حالت دایره‌ای میذاریم به این شکل داخل. حالا یکی دیگه برمی‌داریم دوباره به این شکل. نه بعد داخلش یه چاک بدی که باز شه. نمیدونم ولش کن. راجع میزنیم دیگه. یا خوب میشه یا بد میشه. این میخوام بزرگتر بره. یه خالی بازی. این من دوست دارم بالاش اونجوری کنم. اون به این شکل. نگاه یه حالت ستاره‌ای. نکن خوشگله. چقدر خوشگل درسته. چقدر طراح اون شخص. ببین چه طراحی داره. چه طراحی داره. واقعا طراحی که داره. من چجوری جا بجاش کنم اینو حالا. پس من خیلی دارم ور میدارم. این الان اون بر اومدش نمیسوزه. این بر اومد هم نمیدارم. این زن میگیرم. چی کنم؟ قاشق همیشه قاشق به کار می‌کنم. جالبش می‌کنیم.
روغن با هم میریختیم. چی کار با هم میکردیم من نمیدونم. نمیدونم به چه دردی میخوره الان. ما داریم این کباب تابعی نیست، این خود کبابه. خیلی بزرگ دارم اسم میکنم درست کنم، نباید اینقدر بزرگ باشه نه؟ چیزی ندارم. خب این جا نداریم اینو بذاریم. آها فکر کنم اینا آب بره، اینا همشون آب میره. یعنی مطمئنم اینا آب میرن. همش گوشته. اینقدر کباب بخوای بذارید داخل اینجا نمیشه که. خب الان تر زدم من. خب الان من گند زدم. من چه غلطی کنم اینا؟ یه کباب درست کردم اندازه هیکلمه. انشالله که آب میره اینا دیگه. نمیدونم چرا اینجوری میشه. من نمیدونم اینو که این چیه و چه دردی میخوره. من واسه چی پس آوردم الان؟ اصلا چرا قکردی کرد؟ اینا تموم شد دیگه. اصلا گوشه و اصلاف اینا چی الان باید بریزم؟ چی باید بریزم؟ چقدر باید بریزم اصلا؟ نمیدونم. خب بین اینا میریزیم رنگ بگیره. گویا اینو بریزی رنگ میگیره. نمیدونم اینجوری بریزیم لا روش که روش نباید بریزم دیگه. روش باید بریزم نباید بریزم. چی کار داری میکنی؟ علی تو کجایی علی؟ تو کجا بودی؟ میدونم دارم الان زر زیاد دارم میزنم ولی منتظریم این تا داغ شه این دستامو بشورم. چه کتابت کاری هم کردم به من نمیده. به من هیچی نمیده. هیچ کاری به من یکی علنا نمیده. $2,000 years later. تنها چیزی که من بلدم درست بکنم سالاده. سخته ها. فکر نکنید من راحته. این تلاش رو کوشش میخواد. ما این دیل بلک رو برداریم. راستی آب با هم میریختم. یه آبی من اینجا گذاشتم نمیدونه آب بریزیم داخلش. الان باید بریزم؟ کی باید بریزم؟ چی کار دارم میکنم؟ چی کار میکنی الان؟ گنی میزنی خراب داری میکنی. چی کار داری میکنی؟ باید یه آبی هم اینجا با هم نمیختم دیگه. نریزم الان. چه شد؟ بخوردم غلط کردم. وای واجی بخاره زد بالا. من میدونستم این آبه رو چی کار دارم میکنم؟ دارم آزمایش میکنم. دارم آزمایشگاه رو انداختم دارم آزمایش میکنم. چرا این رنگی شده خب؟ ما کارامون همه برعکسه. اول اینو میریزیم. چرا دارم اینو میزنم رو در این آقا؟ چرا دارم اینو میزنم رو در این؟ کار دارم میکنم. روغن رو باید اول بریزی. اولا کی روغن رو گذاشتم درست شه بعد روغن بریزم؟ تر زدم. نه این آشپزی نه اینجوری با این وضعیت اصلا تست زدم. اصلا نمیشه. حالا نمیدونیم اون پول نه پول. چرا خیاره رو دارم چی کار دارم میزنم؟ چرا باشاقا من همه چی هست؟ باشاقا روبیه روبلم باشوقیه نمیدونم. این الان با برگردونم. سوخ آره بویا سوخ سوزوندی ریدی تو آشپزی. این همه بیا کباب تابعی نیست. تابع کبابیه. چرا این رنگی شد؟ من رب واسه چی زدم؟ این چرا تیراندازی میکنه؟ این چرا اینجوری شد؟ من نمیدونم. من نمیخوام اینو بخورم. یه روزی درست میشه. منم یه روزی آشپز میشم. آره اینو مطمئنم. آخه پوفیوز تو خیار نمیتونی پوست بکنی. آشپز انه
ببخشید دارم بیادبی میکنم الان نابهنگام هم یه خورده من الان اصلا آدم بیادبی نیستم من نمیدونم من چیکار میکنم با خدا قسم گفت نمیدم یه خیار پوست کردم نصفش رفت تمام بودا سخته توی سخت‌ترین حالات زندگی من بدترین سخت‌ترین الان این چی شد؟ اون الان تو توی چی کار کردی؟ این الان این برش هم تو نه باز این برش منطقی تر از اون برش روبه به چه درد من خورد الان؟ روبه چی تأثیری نداشت اسم میکنم علنا روبه هیچ تأثیری نداشت بذار دقیقا روش داره ببانم میتونم روبه رو بردارم بزنم روش مثلا این سوختگی رو نمیدم ببین اینو نگاه اینجوری میزنی روش این سوختگیشو میبره ببین علاوه بر اینکه تر زدم جن زدم الان این پخته نپخته این الان خاموشه این شولشه دیگه درسته دیگه ولش کن آقا اینو ولش کن این داره خودش داره عشق میکنه سالت ما درست کن باشا زندگی سختیه زندگی اذیت کننده ایه این همه تو داری تلاش میکنی واسه آینده به خودت زنای ما مردن به قرآن تو فکر کن آشپزی بکنی قوقا بکنی چیز به همه تو همه کار بخوای بکنی میتره کنه به خدا قوقا میکنه تو آخه بشه دردی میخوره این همه تلاشی که تو داری میکنی داره پودر میشه میدونم دارم الان زر زیاد دارم میزنم ولی چقدر باید آب بریزم برای این خوبه دیگه بس دیگه آب میخوام چی استعدادی داریم من همون دیگه بیشتر میکنیم ببین اینو به این شکل میزنیم این قسمت املت زدم املت درست کردم به جای کباب تابه‌ای نمیدونم چی کار دارم میکنم نمیدونم چه خبره چی به چی نمیدونم یه داری جیگار میکنی املت ندارم یه چی میخوام درست بکنم که لم نرد برم میرم 4 تا اینجوری 3 تا اینجوری 2 تا اینجوری ببین 1 2 3 4 پس این به خیارتون داره اندازه خیارتون خیلی مهمه ببین 1 2 3 تا بس حالا یه دونه اینجوری یه دونه دیگه من تا سالاد درست طول میکشه دیگه بچه‌ها دیگه سالاد تو پوست بکنم میام میرسم به تست بزنیم به قرآن این همه وایسادم این همه اذیت شدم غذا آماده شد سالاد درست کردم عشق کنید سالاد وای من فقط سالاد بردم درست کنم به هیچ دردی نمیخوره من فقط سالاد بردم بچه‌ها ببینید از اونجایی که روش سوخته بود پشتش نسوخته بود ما اینو یه دونه‌شو اول برمی‌داریم دیگه داخل ولی بوش خوبه خدایی بوشو داره این هیچی نشه بوه رو داره یه پاشو تست کنم نظرت چیه آجی وام نرفته ناموسا چی کار دارم میکنم به خدا ای خدا نمیدونی آقا خوبه بود ناموسن چقدر خوب شد آجی سوال شدیدم
ولی خدای خوشمزه شد. کردی 1 تا سال نگیری خوبه. بقیه‌اش یه باره. نه جدی خوشمزه شد. خداییش حال کردم. این کباب تا بقیه که نیستش با من ولی ما بودم غذا رو کنم. خداییش خوب بود دیگه. خداییش خوشمزه بود. نموسه نهارم. بریم. نمک کم ریختم. نمک داری کم. آقا تموم شد دیگه. خلاصه دمتون گرم. مرسی تا اینجا ویدیو رو دیدیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. غذا درست کردیم. تموم شد. همه چوکیشو از بیرون غذا سفارش بدیم می‌خوریم. به خدا. اوکی می‌کنی راحت می‌خوری. اصلا نیاز به هیچ چیزی هم نداریم. لایک، کامنت، سابسکرایبتون یادتون نره. حمایت کنید بچه‌ها. من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. این پایین چنل اینستاگرام هم میاد. دوست داشتید سابسکرایب کنید چنل اینستاگرامو. مگه میشه سابسکرایب کنید چنل اینستاگرام؟ نه. فالو کنید اینستا منو. دمتونم گرم به همه چی. بابت همه چی. بوس به کلاتون تا یه ویدیوی مزخرف دیگه. آشپزی مزخرف دیگه. خداحافظ. بوس به کلاتون. خداحافظ.